در ناحیه واسه با اشتراک مدیران و مربی‌های مؤسسه‌های تحصیلات تامکتبی در سمت برنامه تعلیمی مؤسسه‌های تحصیلات تامکتبی با جلب متخصصان ورزیده این ساحه همایش آموزشی دایر گردید. تدبیر مذکور با پیشنهاد حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری شریکان روش در دایره لایحه انکشاف بروقتی کودکان برای گسترش سرمایه انسانی در تاجیکستان راه اندازی گردیده است. در استراتژی دولتی که قبول شده استراتژی رشد معارف در جمهوری تاجیکستان از سال 2030 قرار گرفته است. حالا در عین زمان کودکان سن تا مکتبی همگی 17% است و اون در استراتژی آمده است که تا سال 2030 ما اقلا اون را به درجه تا 50% باید رسانیم. مرکزهای رشد کودک این یک شکل تحصیلات تا مکتبی هست و اون منطقه هایی که کودکستان ندارند امکاناتی اگر باشدم امکاناتی در کودکستان ها فرا گرفتن همه کودکان رو ندارند مرکزهای انکشاف کودک تشکیل کردن خیلی خوب است. یعنی که کودکان رو در اونی که 3 ساعتی که فرا میگیرند برنامه تحصیلاتی تا مکتبی وارد کرده می شود و اون برنامه اون اساسی تحصیلاتی رو که برای وارد شدن به مکتب امکانیت میدهد آموخته می شود. در این همایش اوید محیط مساعد، سیاست و چهارچوبه دستگیری تطبیق برنامه رشد بروقتی کودک در تاجیکستان طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف، قانون جمهوری تاجیکستان درباره تعلیم و تربیت تا مکتبی، استاندارد دولتی تحصیلات تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان، نظامنامه نمونوی مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان و دیگر موضوعها اوید پهلوهای گوناگون وابسته به برنامه تعلیمی مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی مورد آموزش قرار داده شدند. سمت لایحه مقصد اساسی لایحه بهتر کردن شرایط زیست و زندگانی و تحصیل کودکان در محل‌ها میباشد. در ناحیه واسع همگی 11% کودکان با مشغولیت‌ها فرا گرفته شده است و خلاص. از این لحاظ همین مقصد لایحه هم همین تعمیر کردن باغچه‌های کودکان و مرکزهای انکشاف کودک در ناحیه میباشد. از اون جمله ما در همین ناحیه واسع زیاده از 5 باغچه کودکان رو تعمیر کرده با تجهیزات پررا تامین کرده حاضر در عین حال فعالیت کرده شدند. در عین حال ما کورس آموزشی گذرانده ایستادیم دوری پنجمش که زیاده از 100 نفر مربیان و مربی آموزگارانی که در مرکزهای انکشاف کودک و باغچه‌های کودکان کار میکنند با همین از طرف ترینران ورزیده جمهوری را دعوت کردیم که همین مربی‌ها را در همین برنامه آموزشی مرکز انکشاف کودک را با آنها آموزانند. طبق تحلیل‌های متخصصان کودکانی که در مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی فرا گرفته شدند سطح جهانبینی تعلیم و تربیتشان در سطح بلند هستند. مقصد لایحه با وجود آوردن شرایط مساعد برای فراگیری کودکان همه سن تا مکتبی میباشد. Главная цель нашего проекта – это увеличить охват сектора дошкольного образования, в целях чего в данный момент мы вместе с Министерством образования работаем над внедрением альтернативных моделей дошкольного образования в целевых районах, как пилотирование. Далее это будет уже на национальном уровне. Выбранные альтернативные модели – это Центр развития ребенка, развивающие хабы, которые будут при педагогических институтах и будут курировать все модели дошкольного образования, в том числе и визитную модель для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также игровые группы детского развития, которые будут на базе сообщества. طبق لایحه در یکجایی با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان برنامه یگانه تعلیمی مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی ترتیب داده شده. در این محیط به مدیران مؤسسه‌های تا مکتبی سپاریده شدند. لایحه انکشاف بروقتی کودکان برای گسترش سرمایه انسانی در تاجیکستان نزد وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان و دستگیری بانک جهانی در ناحیه‌های واسع و ناحیه میر سید علی حمدانی عملی می‌گردند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید